که یک قرصک بزنید دوستان عزیز مردم سربند. همه شما را خوش آمدید میگیم به این خاندان برادر عزیز ما که محمد علی قدم های شما و دیدگان ما گردی دامان شما سرمه و چشم و این ای طرف دادره که نیستیم زو اپا ما ببینم یک قرصک میزنه به افتخار هنرمنده که برای شما ترانه خوب خواندن. یک قرصک میزنه به افتخار هنرمند خوش‌آواز بابور. همین وقتی که قرصک گفتم مردمی سربند قرصک هم خیلی ملو خیلی نزنید. قرصک سربندی بزنه وقتی که قرصک گفتم هم کسی خیلی قرصک بزنید. ولی بیت یک دسته قرصک همین خیلی قرصک بزنه که نه کوچه رودکی تلخش بکفه. بگه دخوره که محمد علی توی درونش داشته قفاتر بشی ندیده قفا بشی؟ آنه اپا ما بینم آخی مبارک باشه. میگه که زحمت مادر زحمت زن در فرزند به حد زیاد است. زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما نارسیده باده در جام میمانده ما. اکمالش به اکمال ما را نمیبخشید عمری بردوام به تخلص به نسب به نام میمانده ما. یک قرصک به افتخار مادر یوسف جان با کل مادرها که در توی خانه حضور دارن. یک قرصک سربندی قدیقی خواست یک دسته قرصک همین مردمان شناخته جمهوری تاجیکستان در این خاندان برادر عزیز ما که محمد رجب اینجا حضور دارند. تحقیقات های برنامه شما برای سنه دعوت میکنیم هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا. هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان بانو زیبا یک قرصک را برش دریخ نمیداریم. همه کسا قرصک سربندی میزنیم. یک دسته قرصک لالا بانو عزیز ما حضور دارند. مرحمت اپای لالا بیا مرحمت اپای لالا بسرا تمام مردم شهری سربند شما را بسیار دوست می‌دارند. بانو لالا بانو عزیز ما در خدمت ما و شما. مرحمت اپای لالا برای مادرای تای انگور مرحمت اپا لالا بانو عزیز و لالا اصابی دریا ای دوشنبه ما دست بدیدار شما. مرحمت اکا در توی اکا محمد علی اکا پای لالا بگی اکا پا بگی مرحمت اپای لالا بسرا اپای لالا بگی که مردم شما را انتظار هست. مرحمت سری کوهی بلند رفتم بابا یک قدم دست بابا عذابی بیدشی ندن درختی شیرین شمالا مدرم همیشه کنشوچی آبا چه طرفی دست دیگه دستان بالا خرسکی بلبل ریزا بابا من ریزا بلبل ریزا نیست هلالیزم تمام میلش بما نیست هلالیزم تمام میلش بما نیست. سلامت باشید برادر عزیزم. هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان بانو زیبا که در توی برادر عزیز ما حضور داره بالاور است در همین شهر سربند قرار داره. بانو زیبا به دیدار علمی بانوان و مادرای شهر سربند تشریف آورده است. ملکه بانو سعید ما نیز حضور دارند. یک قرصک به افتخار پای ملکه میزنیم. همین قرصک گفتم خواهش بگیم خیقازاش خطی یک دسته قرصک هم بچه همین قرصک در بنزین نخره نخی راست خود نکنه. ها بچه یا پیلا شیر تمام سهر خطی مرحمت اپای ملکه پسرا ملکه بانو سعید و در شهر سربند قربان شما پای ملکه بسرای ملکه بانو ملکه حاجی بی بی در تنم کرده ای چیتی قلمی در دلم اشکیانم سوز تو بود در دلم اشکیانم سوز خانده شب بزنه طرف دستی و دستان بالا دستانم هدیه نوروزی تو بود دستانم هدیه نوروزی تو بود دستانم هدیه نوروزی تو بود. دوستان عزیز مهمانان عالی قدر بشینید دبال کتو بشید باز یک مهمان دعوت میکنیم. اون مهمان اگر 4 میلیون دلار است بدی با این شهری سربند نمی آیم. یکی بیچاره در 13 سومن آمد 10 سومن دو تله پارتی تنگره آمد 3 سومن دیگه نکن محمد علی فانکا آورد گفت با 2 کیلو پسته گردیم بیت ولی وعده که 5 کیلو پسته گرده تا بختم جای جلو میرم پوست قطی میبره با پوست کمه تونه مکه. هنرمند شما بار اول زنده ببینین. هنرمند مردمی جمهوری هندوستان بار اول در توی دادر یوسف جان با تکلیف برادر عزیزم که محمد علی و که محمد رجب برادر عزیزم یک قرصک برش دریخت نمیداریم اما کسا قیقاساش که قرصک بزنیم یک دست
حضور دارم مرحبا که شاروخ خان شما یک لحظه خاموش که شاروخ خان بگو که اینجا توی سنتی های توی برادر ازم اکه محمد علی شما زبان هندی را نمیدونین کو آها عاشقه مرحبا که شاروخ خان मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुर्क है मोहब्बत है मर्दों में है ताजिक है शारी सरबंद है दिल में ताज है वो दाद है दिल में है कम बगल है टैक्सी है स्टाइल लावी नाउ मैं बाग मखोद दे है किलोश नवाज सुमهم मर्दों का फरोख्तान है अब वो कीमत है बारी دیو افسوس که زبان هندی نمیدونم که خودت خیلی چک چک میکردم منو با شاروخ خان اینا می تمام مادر که در توی خانه حضور داره از آن جمله که محمد رجب با تخلص محمد رجب جان محمد رجب جان زبان هندی را نمیدونن یک مادران در وقت کوجوشی دروغ با زبان هندی باید میگن آجتا میره پیار که ای بچا بچی خام که واسه کاملا بلند میشی با خدا خاله ای مالش بس نخدن جو باجاش میکنم ای کنار استش یکا یکا همین ابو بس ولی وقتی رفت باشیم اوسش میکنم من ما که شاروخ خان بسرا مادران نگاه دارن من ما بگه که مرحبا که شاروخ خان اینجا بسیار نازناک ہے این مردمی سرمن او خناز دوست نمیداره ہے بسیار ناز کنی ای هر طرف کلوغ ہے بعد پیشانیت بلوغ ہے بعد کپا دود ہے مرحبا که شاروخ خان हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी कितना भी दस्ता समझोगे उतनी होगी हैरानी हाँ बच्चा यार किसे दस्ता हमने होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हमने सच्चाई है थोड़ी है ईमानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 سلامت باش که شاروخ خان نمستی خوش آمدی تو مرا میشناسی میشناسم با کی هستم آقای بلبلیان هستم قربان شما آقای بلبلان هستم از جمهوری افغانستان با دیدار مردم شهر سربند آمدم شامدی وقتی که سرود میخوانم مردم شهر سربند دستا ما خیلی میکنم مردم 2 متر 1 متر شما همه کسا میگه که من الهام بگیرم یه بار همه کسا هو بگن یک دستا ببینید چه خیلی مینه چه خیلی سندوس هستن فقط برای مردم سربند میخوانم بخوان مشروط که تنگی ویرا گروش بیزا اینجا کمپیرا هستن؟ هستم نه اونجا هست خواهش نکنم کمپیرا شما میگه کی قنداش شب دارم طرف دستی راست مونش میستکه یا بار قیقاز کنید طرف دستی چپ فهمه یک دست میدونن این مردم چی با قیقاز خشونو میکنن همین طرف همش گشتن اگر سر بردن هیچ وقت نمیگم ولی من هنرمندی را بس کردم طبیب هستم طبیب هستی تمام مردمی کابل طبابت میکنم با چی؟ او جمع یک تراپی دارم با نام بوسه تراپی مرا دعوت کرد اکم محمد علی همه مردمی سری سربند بی پول طبابت کردم بی پول یعنی خلال میرفت با خدا نه بچه خم که کپا ما بزنم تمام مردمی همین چرا بی پول طبابت کردم اکا شپریس نخره و کال نخره دارو نخره پولی پلت نده بی پول یک مردک این قرآن ما گفت آقا بلبلیان دستم 10 ساله کی در نکنه این دست همه برادر یک بوسه کردم دستی برادر در کار در آمد این همین صاحب خونه دار همین اکا محمد رجب ما گفت آقا بلبلیان سرم 20 ساله کی در نکنه این پیشنه برادرم یک بوسه کردم پیشنه برادرم در کار در آمد نیکی یک مصطفی نبی سربندی در اینجا قرار داره یک سخن گفت تا حال سخن دینی مرا خنجر میزنه مرا بسیار در بین مردم شرمنده کرد چی گفت آمد گفت که شما آقای بلبلیان هستین گفتم بله گفت شما با بوسه طبابت میکنین گفتم بله گفت آقای بلبلیان میبخشین همی گیمرای طبابت نمیکنه حال من طبابت بس کردم نزد چه نمیکنم نه آقا طبابت میکنم نکنیم با آواز هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان نگی نبانون را و از عبد جبار عظیم خواهش میگه که چند دو بیتیا به سر آیا مرحبت دوست فراموشم نکن یادم کن خاکستری کوچه شبم بادم کن
گر بد باشم لعنت دنیا بر سرم گر نک باشم یگان یادم کن ها یک دست گلو فرنگی فیضا باده جان مرغی دل من همیشه در فریاده جان مرغی دل من همیشه در فریاده ها یارم اینجا باشد صحبتم آباده جان یارم رفته نیستی عمرم برباده جان یارم رفته نیستی عمرم برباده سلامت باشه میدان آزاد بکنیم حالا که طرف دیستی چند متر بخفا حالا که خارکو اصلا بخفا میستیم 2 متر شما بخفا میدان آزاد بکنیم بعد نوبت با صوت و نوا و پس با بازی داده میشود خواهش بکنیم طرف دیستی چپ 1 متر بخفا حاضرم حالا کودکان پیش نو شبچه خفاتر بگذارونه اینا خارکم شما بسته که همون مادرها و اپه ها بشینن تماشا کنن حلاوت ببرن دادرکان شد بشینم دادرک همگو بشینم شوخان از زیاد نبکنین دوستانی عزیز نوبت با صوت نوا میتیم با هنرمند خوش‌آواز هنرمند دوست داشته ما و شما هنرمند خط لازمی هنرمند بیرون از جمهوری تاجیکستان را دوست بدارن حالا سروده‌اش را گوش بکنه یک قرصک بر تاریخ نمیدونیم اما کسی قرصک سربندی میزنیم 1 2 3 بابور را دعوت میکنه مرحبا حافظ خوش ادب بگو تا تا به تو در رو منو